شاهکار کی یادشه؟ باشه روی پاتو محکم دوباره تو من خود تو هم ازم فرار نکن تو هم گوش کن مثل بقیه آدم چرا همه از خودشون فراریم خواننده این کار بعد از این هم فعالیت داشت، آهنگای اعتراضی میخوند که میتونست قیمت جونش تموم شه و اون موقع آقا تتلو داشت خرش میداد، دختر رشتی میخوند، فلان میخوند، بیشتار میخوند، مثلا وضعیت جامعه به یه برش هم نبود. الان خواننده این کار آقای ادی یه آهنگ جدید خونده، خیلی باهاش حال کردم، میخوام با شما به اشتراک بذارم گوش کنید. آخرش هم تو کامنت ها نظرتون رو بگید، بد بود، خوب بود، پیشرفت کرده، پسرفت کرده. عشق دیدم آن ندیدی یا به حرف من رسیدی، هر لحظه ای که چشم